خوشبخت کسی در بغل خاک دیار است. خوشبخت کسی در بغل خاک دیار است. هنر بهتر است گوهر نامدار هنرمند را گوهر آید بکار. عرض سلام و عرض ادب خدمت بیننده های عزیز و یک سلام خاص به مهمان محترم برنامه که امروز ما در برنامه داریم آوازخوان شناخته و محبوب هنرپیشه شایسته تاجیکستان چیلخان خالوف. خوش آمدید به برنامه. تشکر زیاد. چیلخان خالوف، آوازخوان، هنرپیشه شایسته تاجیکستان. نامبرده 22 دکبر سال 1957 در دهه کنگورت ناحیه تیمور ملیک چشم به عالمی هستی گشاده است. از خردسالی دلشده موسیقی شده بود. زمان مکتبخوانی نیز در کروژاک‌های هوسکاری خیلی فعال بود که در جریان صحبت این داستان را از زبان خود او خواهیم شنید. موصوف چیلخان جوان بعد از ختم مکتب میانه به فاکولته فیزیکای دانشگاه ملی تاجیکستان داخل شده سال 1980 آن را با موفقیت ختم می‌نماید. اما مهر هنر و موسیقی او را آرام نمی‌گذاشت و به صحن زیبای شعر و سرود آورد. نامبرده سالهای 1980 1991 به حیث سراینده فیلارمونیای دولتی تاجیکستان و از سال 1991 تا سال 2002 راهبر انسمبل فولکلوری و اتنوگرافی گنجینه فعالیت نموده است. طول این سالها چیلخان خالوف در جاده هنری موسیقی کارهای ارزشمندی را به انجام رساند. این مسئولیت شناسی بود که او را سالهای 2002 تا 2009 راهبر بدیعی انسمبل دولتی فلک و سالهای 2003 تا 2005 دیرکتور دسته های هنری کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودند. سال 2005 راهبر گروه ایجادی تلویزیون سفینه را بر عهده داشته است. ناوابسته به این همه طول این سالها نیز دنبال صیقل دادن هنرش بوده چندین آهنگ‌های جالب و ماندگاری را آفریده است. سالهای اول بیشتر به ترانه‌های خلقی توجه نموده کدودانه، فلک، قاشق تراش، خمیده موی سیاه بر این سرودهای دلنشین را تکمیل و منظور علاقمندان هنر گردانیده است. در مکتب زمان تحصیل یکی از بچه‌های اعلیخوان بودید و بیشتر به علم‌های دقیق شوق و ذوق زیاد داشتید و حتی در یک آزمون هم جایزه گرفتید. بله. یا مدال گرفتید. بله. از همین بیت شروع کنیم. کاری که زی دوزخ برهاند علم است. بله. مولی که زی تو کس نستاند علم است. جز علم طلب مکن که در روی جهان راهی که با مقصود برساند علم است گفته است. اوحدی مراغی گفته است این سخن را. علم میاموختگی اگر همین را اگر سرمشق کاری خود شیاری خود کنن اگر من باور دارم که همه چیز در داخل همین 4 مصرع شعر گفته است برای مردمی که برای علم سر و کار دارد. و من هم در آوان نورسی بسیار ذوق داشتم. در مکتب بسیار خوب میخوندم. نه همه فنها را قریب که برابر میخوندم. فرقش نبود برای من که مثال این فنهای دقیق است یا ادبیات است یا تاریخ است یا که بیولوژی هست. من همش خوب میخوندم و خوبم میفهمیدم و فقط علم‌های دقیق مرا زیادتر کشیدگی بود به خودش. از صنف 6 سر کرده دائما در المپیادهای علم‌های دقیق فیزیک، متماتیک و شیمی اشتراک میکردم. باران چو گریست گریه بنیاد بکن تندر چو فیغان کشید و فریاد بکن تندر چو فیغان کشید و فریاد بکن هرگاه ستاره فتاد از گردون هرگاه ستاره فتاد از گردون ای یار ستاره مرا یاد بکن. و دانشگاه ملی تاجیکستان را هم ختم کردید. پیشوقته یونیورسیته دولتی به نام ولادیمیر لنین. بله ختم کرده فاکولته فیزیکای دانشگاه ملی. بله. از مکتب تا دانشگاه در این طول سالها چگونه با هنر عشق ورزیدید؟ در خانواده کسی بود که دنبال هنر بود و شما پیروی آن شدید؟ از خانواده کسی یاد ندارم. لیکن نمیدونم که از کجا من پیدا است. لیکن از کودکی این ذوق داشتم.
حتی در مکتبی میونمون محفل های مکتبی بودند. من دویمو در اون بسیار فعال بودم. کروژاک های مکتبی بودم. من در اون بسیار فعالانه اشتراک میکردم. دویمو یعنی سرود میخوان؟ سرود میخونم. بله. در مثلا وقت چی بود نوروزی خیلی با این خیلی تا این درجه با پرشکوه جشن گرفتن نشینه که به شکلی به همون روستایی همون قشلاقی همون در همون سطحی مکتب چی میکردیم یا که در سال نو وقت بسیار با ذوق بلند و یک تیاری پخته سال نو جشن میگیریم. در نو بسیار فعال بودم. بعد از این اومده در اینترنت دولتی کنکور خوندم. در اونجا هم بعد دانشگاهی ملی اومدم داخل شدم. در اونجا در انسامبل نوروز اشتراک میکردم و دویمو در جمعواری پخته و در کجایی بودم در اونجا که من هنرمند حافظی همون معرکه من بودم دویمو. میخواستم از گنجینه، از یکی از انسامبل های بسیار آوازه‌داری همان زمان بود که همه دوستش می‌داشت و هر باره که در تلویزیون پخش میشد و یک محبت تماشا میکردن. و شما چگونه شامل این انسامبل؟ سال 1986 با فرمان وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و در نزد فیلارمونی دولتی تاجیکستان انسامبل تأسیس دادند با نام گنجینه. نامش گنجینه نبود، انسامبل فولکلوری اتنوگرافی. همان لاغر میانش خمیده موی سیاه بری رویش همان لاغر میان شیری زبان شید خمیده موی سیاه بری رویش خمیده موی سیاه بری رویش. آزمون اعلان شد به طریق رادیو و تلویزیون و رسانه‌های خبری. منم یار و دوستانی بسیاری از من گفتن که بیا همین انسامبل رفته شرکت کن. من این خوندگی نیستم، یگانجا تمام نکردم. من اختصاصم دیگر است. من گفتن نه، همین انسامبل مخصوص برای شما است. برای که من در نزد اونو دویم سرود فولکلور را بسیار میخوندم. اون از این با خبر بود از این چیز. و من خیلی نموندن از اون جمله استاد عبیدالله رجبوف، شادروان قدرمتی مصطفی دولتوف، همینا منو مجبور کردن و آوردن به همین حاضرات جایی که فیلارمونی دولتی تاجیکستان حاضر تلویزیون سفینه در آزمون منو وارد کردند. در آزمون قریب 200 نفر زیاده از 200 نفر اشتراکچی بود و هیئت حکمانی بسیار با نفوذ سرکرده از احمد بابا قلوف، آدین هاشم، ظفر ناظم جورابک، غفار ولامزاده، زیبا امیرزاده، گوهر میرجمعی و رجب امانوف، شرف‌الدین رستموف با چندین کسای دیگر، یعنی 14 نفر حکمان بودن در اونجا که میبینم شخصانی از همه آبرومندی جمهوری بودن و در نزد اونا سرود خواندن من یک نمیدونم با کدام چی من اونجا رفتم خودم نمیدونم، حالا که من ندارم سوادی موسیقی نداشتم و آزمون آغاز شد. قریب که همه یا آموزشگاه موسیقی یا که دانشگاه صنعت ختم کردگی بودن. همه از آزمون گذشتن گفتن و نوبت من رسید. وقتی که من 2 تا سرود، شرط آزمون همین بود، 2 سرود. وقتی که من 2 تا سرود خوندم، هر 2 سرود من با شرط همین آزمون جوابگو بود. یعنی سرودای من فولکلوری بودن. در یه 2 تا است؟ بله. در همین مکتب هنری زادگاه من، مکتب هنری کریم شوش، دیگرش با سبک سیهام میگن، سیهامی، که من در همین سبک سیهام یک تا خوندم که این خیلی صدا میداد. قد داری نودای تورانواری، ابرو داری مروت گردانواری، یک خاله برخساری چپد میبینمی، میسوزد دلم کبابی چکدانواری، میسوزد دلم کبابی چکدانواری. همین شکل
این به موسیقی میخواد. به موسیقی است. اساسا سرودهای فولکلوری قریب کمش به موسیقی هستند. بعضی‌هاش جور میشود دنبره، بعض قسمت زیادش با همون ضرب دایره و تبلک است. اونا قریب که در اون وقتا خیلی اسبابی که تازه ما داریم وقت نبود. همون مشهور اسبابای ما در بین مردم چی بود؟ همون نای بود، دنبره بود، غیجک. دیگه قریب که اسبابا کم بودن. برای همین طریق صدا میداد. قسمت زیادش بعد فولکلور دائما قریب در مثلا سرودهای فولکلوری مثلا موسیمی است، مراسمی است. و اون اسباب گیسته نمیبرد در سر کوه وقتی گفتن غلدانه یا که در دیگر کارهایی که در اونجا هستن. مثلا فلک دشتی رو نمیشه با اسباب موسیقی در اونجا در دشت بله با ذوق می اومدن. یا که فلک دشتی بسیار وقت میخوندن در وقتی یا که سرودای بسیار مشهوری منداغ و مایده هست، اینا رو مردم در وقتی که گفتن غله یا که درویدن گندم منداغ میخوندن، یعنی با کدام خاطر میخوندن؟ حافظ با سرآواز با چند نفر دیگری که سری آوازی او رو میخوندن. مردم خودی که یک مسابقه بود. با کدام خاطر؟ با خاطر ذوق مانده نشدن همین درآوگرا. سرودای مراسمی هست، موسیمی است، همونو در هم جمع میخوندن. مثلا گندم که خود روی درم میکردمی از یارکی را دوری خبر میکردمی. من همین سرودا رو میخوندم و مردم با ذوق، یعنی هر تو خسته شویش حس نمیکرد و میدرویدن، گندم میدرویدن. میخواستم از سفرها قصه کنیم. شما در هندوستان بودید، در کشورهای عربی بودید، خوب در روسیه بودید. بله. از هندوستان یاد میکردیم یک کمی، بعد میگذاشتیم به روسیه. مردمی صنعت دوست دارند. حتی همون مردمی در قد کوچه بودگیش هم اگر یک اسباباتی به احتیام مینوازد و خوب هم مینوازند. در حقیقت صنعت هندوستان به همه معلوم. درست. یعنی عاشق هنر. عاشق هنرند. و به اختیار کدامش چون که اگر صدای موسیقی چی باشن نگاه میکنید بچهای خردسال و جوان و همه چی به رقص میدرآیند. همین رقص میکنن که ما همونا در کینو دیدیم، در فیلم های هندی بسیار عالی چی میکنن. در ما این چیز نیست قریقه که ما همه وقت نه که اونا بسیار از این چیز نمیدونم از مادرزاده از در خون اینا چیز است که بسیار چیز، لیکن صنعت بسیار فرهنگی هم وقتا اتحاد شوروی یعنی برنامه فولکلوری etnografی گنجینه پورا در همون استودیو استانکینا ثبت کرده شود و همینطور هم شد و ما یک برنامه 1 ساعت و 20 مینوت به طریق زنده در همین استانکینا ثبت کردیم. یک 20 مرتبه به طریق تلویزیون مرکزی همین کنسرت پخش شد. یک سرود میخوندم به نام قوشق تراش، همین سرود در اونجا ثبت شد و سرود خلق‌های SSR شد.
از 15 جمهوری دویمو که صدا میداد هر هفته یک مرتبه بود خبر پس نرود SSR یعنی سرود خلقای SSR همه وارد شدگی بود ما مرا هر هفته با طریق همون اتحاد شوروی تلویزیون یا که رادیو یا چی هم پخش میشد. این برای من بسیار من جوان بودم اون وقت هنرمند جوان بودم برای من بسیار افتخار بود درست گفت بسیار افتخار بود. عجایبش برای من در چی بود که من در تلویزیون تاجیکستان کم برآمد میکردم که در تلویزیون مرکزی اتحاد شوروی قریب هر روز در بله باز در کدام کشورهای سفر کردید که در یادتان برای همیشه مانده است؟ در گلندیا بودیم 2 مرتبه در فستیوال عمومی جهانی وارفوم میگن در اونجا اشتراک کردیم در کشور هلند و بسیار دولت زیبا است بسیار دولت همیشه بهار است همیشه سبز است و بار دوم که ما اونجا رفتیم در بار دوم ما در شرط همون آزمون و همون فستیوال همین خیلی بود که ما دو کس در خانه مردم زندگی میکردیم آدمو اینش هم عجیبه که یعنی با حیات و با زندگی هم مردمو وارد شدیم قریب آشنایی پیدا کردیم 20 روز قریب ما همراه بودیم 68 دولت دنیا بود در اونجا یگانه دولتی بود که قریب هیچ کس تاجیکستان نمیشناخت اون دولت‌های بسیار روسیه بود مثلا برزیلیا گرمانیا فنلاندیا همین دولت‌های بسیار نامدار و کم هم میدونید اونا را فرانسه همین دولت‌ها وقتی که ما در صحنه برآمد سرودخانه سر کردیم همه با لباس‌های زردوزی شاهانه ملی دخترها برآمدن با لباس‌های چکن 14 نفر با لباس‌های چکن برآمدن صحنه گلزار شد و تمام مردمی در همون تالار بودگی از جا خسته قرسنگ می‌زدن تو یعنی که ببینید که یک دولتی که هیچ کس نمی‌دونه با واسطه یعنی فرهنگ صنعتش چقدر در بین 68 دولت دنیا جای اول بود. بسیار با ذوق با تمام هستیشون اون مردم از جا خسته قرسنگ میزنن و حتی ما چند مرتبه پشت صحنه رفته با اومده با اونو تشکر میگفتیم تعظیم میکردیم اونا قصه که بس نمیکردن. تمام دولت‌های دنیا قسمت زیادی تماشابینان یعنی که مردم هلند همراه ما بودند نه بنوار میگیرن رسم میگیرن و خوشبختانه یکی از مجله‌های بسیار با نفوذ همون اروپا در هلند چاپ میشد مقاوای اولش رسم من با همون سالای و جیلک و خورجین و قاشقای و طبقه در همون مقاوای اولش در اونجا چاپ شد که اینم برای من یک افتخار بود یعنی سفر دیگری شما فکر میکنم از عراق بود؟ بله به دولت عراق بغداد شهری بسیار آوازه‌دار قدیمه شرق بغداد بود 2 مرتبه بغداد رفتیم ما یک مرتبه با طریق طیاره از مسکو به یوردانیا از یوردانیا با طریق اتوبوس یک شبانه روز دیگه تا عراق رسیدیم مرتبه دوم ما از اونجا به طریق اتوبوس انا جمهوری برادری ازبکستان اونجا گذشته به ترکمنستان از ترکمنستان ایران از ایران بغداد به عراق رسیدیم در مدت 5 روز از بس که با ما مردم بغداد علاقه سال 1995 آشنا بودند با صنعت ملت تاجیک و بسیار خوش پذیرفتند و در همون درآمد مهمانخانه که ما بودیم اونجا یک تا بسیار با عکس کلون انسامبل فولکلوری انکسی گنجینه در همونجا عکس خطی عکس ما سال 1995 گرفته است و در همونجا مهمانخانه همون عکس آویزون بود وقتی شما رفتید 2 مرتبه رفتیم بله اینم از چه عادت میتید از شده که یعنی همون مردم همین صنعت ما رو همین هنر ما رو قبول کرده است
و بوده در یک از مهمانخانه‌های شیراتون، میگن که بسیار با نفوذ است در اونجا. در همونجا در اون درآمدگاه آویزان کرده. یعنی این مهر و محبتی همون مردم عراق با صنعت و با فرهنگ ملت تاجیک است. این هنرمندان به نوبت برآمدن سرود خواندن و نوبت من رسید شد. از سرودهای فولکلوری سر کردم و یک سرود خواندم. اولی برآمدم یک جمله میدونستم با زبان عربی، دیگه کلمه ای نمیدونستم، فقط یک جمله میدونستم که این خیلی صدا میداد. وقتی که میکروفون در دست من دادن و صحنه برآمدم همین صدا داد: آشد از صداق شعبین التاجیکی و العراقی، زنده با دوستی خلقای تاجیک و عراق. همین چیز وقتی گفتم اون مردم تالار فکر کردن که این زبان عربی را خوب میدوند و یک باره از جا خستند و تا آخری سرودای من خواندن دیگر اونا الماج خورده و خرسک زده و باید دیگر همین چی کرده نمیشیشتند و کفکوبی میکردن. منم از ذوق زیاد توقعی که در سرم بود دیگر ندونستم که با اونا چی توفیق کنم از این مهربانی زیادی اونا. همین توقعی در سرم توقعی گلدوزی که بود همون به همون تالار هوا دادم. باشد اتفاق بین شعبین التاجیکی و العراقی. بسیار زنازنی کردن. نصیب کسی بود است، بعد خیلی نصیب همون نمیدونم کی بود گرفت است همونا. بعد فهمیده که کی گرفت. بعد کنسرت با آخر رسید. روز دیگر با طلبی مردمی عراق توی مرتبه با کنسرت برای ما تشکیل کردند و وزیر فرهنگ چی که التماس کرد که باز تاجیکستان یک کنسرت دیگر داد و روز دیگر با برای کنسرت اومدیم. دیدم که مردمی بسیار در بیرون میگردد. از دور نگاه کردم که همون توقی چکن، همون گلدوزی در سر یک بچه پسرچه که همین 10-12 ساله در سر همون موندگی و گشته زمان برای کسی گفت که این ببین این توقی گلدوزی در یک عراقی در سر گشته از این توقی من از گفتم. بعد همون آدم منم میگفته است. همون آدم منم گفته یافت رحمت کنه جمعه خانی حاتمی اونجا ترجمان ما بودن که زبان خوب با لهجه های عراق میدونستن. بعد اومد نزد من بسیار مینداری کرد که من یک تا پسر دارم چند دختر. همین پسری من از همه روز خرسندیش در زندگی همین است. همین وقتی که در دست همین چی رسیده است توقی رسید توقی تاجیکی رسید بود. شب در سر همون خیلی خواب کرده است میگه همون ترجمه کرد. مینداری بسیار کرد. بعد روز دوم با کنسرت دادیم. با مردم هم خیلی ذوق بسیار شوقی بلند قطعی بسیار کفکوی بسیار کردن. بعد از همون خورجینم 4 تا قاشق تاجیکی هست که قاشقای تاجیک همون که با زال با هم تالار هوا دادم. یعنی با برای مهر و محبت چیزی بسیار بلندی صمیمیتی مردمی عراق. همین بود سفر عراق. بسیار از جوانان با یک شوق و شور به میدان هنر آمدن ولی در میان ایشان زیاد هم هستند متاسفانه که به هنری را تشویق میکنند، به هنری را تبلیغ میکنند. چی باید کرد؟ بعضیا هنرمندا برای ملت وطن خدمت میکنند، بعضیا برای روزگذرانی گذراندن روز. میگه دوست میدارم من این نالیدن دلسوز را تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روز رو. هنر برای روزگذرانی باید نباشد. اگر هنر بلند باشد روزت میگذرونه، خودش زندگی تو تامین میکنه. در بین مردم بسیار مشهور شدی.
دوستداری خلق شدی، در دل دیده مردم که جا شدی، خودش الکی چی میگه، خیلی استاد ظفرنوزی میگفتن در یکی از صحبتاش که من همین قدر سال برای آبرو خدمت کردم، امروز آبرو برای من خدمت میکند. این بسیار سخن بلند است، بسیار سخن عجایب است. برای میگه دست دعای خلق بود پشتیبان عمر، یعنی کسی که دعای خلق میگیرد یعنی برای او پشتیبان میشود. این دست دعای خلق بود پشتیبان عمر، زان خون بر پای ماند که دستی سبو گرفت. یعنی سخنهای حضرت صاحب چقدر سخنهای بلندند. از استاد ظفرنوزی یاد کردید، یکی از هنرمندان بسیار شناخته ما بودن، استاد بودن و شما رو خیلی دوست می داشتن، خیلی احترام میکردن، با افتخار شاگرد میخواندن شما رو. چگونه با هم میان شما این دوستی پیدا شد؟ نخست شناسایی شما کی بود و چگونه صورت گرفت؟ وقتی وارد انسمبل گنجینه شدم، استاد ظفرنوزی من بسیار چی میگن بچه چقان، هوشیار، مشقی، با ورزش سخت که بند بودم، همین چی میکنم من خیلی نظم میدیدم، خیلی جوان و جوان مردای طایفه مردم رو طایفه مردم نظم میدید استاد ظفرنوزی و یک نظمیش از همین بود. دویم که مشق میکردم میرفتم من خیلی با قد و قامتی چی ذوقش میبرد، میگم در جوان مرد بودم خیلی باشد. قسمت زیادی برنامه انسان فولکلوری من میخوندم، من قریب 7-8 سرود میخوندم، بعضی‌ها سری آواز میخوندم، بعضی‌ها یک تا داشتن یا دو تا، اما من 7-8 سرود داشتم در برنامه. قریب که 30-40% برنامه کنسرتی انسمبل فولکلوری در گردن من بود و بسیار همراه استاد بخیال بسیار میکردم. کم هنرمندان شوخیش نمیبرداشتی که از من نمیبرداشت. من بسیار خاطرهای بسیار دارم که همونا را بعد استاد ذوق میکردن، میگفتن که همین کی بود در اونجا که همین کار گذشت، همین حادثه گذشت، کی بود؟ این بود و وای بود و این حافظ بود، این نوازنده بود، چی بود؟ همین چیلخون هم بود. بعد میگن ها انا این کاری همون است. به یگان فکر، به یگان اندیشه بدونید که کارهای خیلی بازی و شوخی و چی در مثلا بسیار در این نوع در کجا رخ میداد؟ در سفرهای هنری، در گاسترول میگفتن. در یادداشتش بسیار خیلی عجایب دارد. درباره شاگردتون چیلخون خالص یگان گپ زدید، میگه از بچه کوچه هنرمندی مردمی ساختم. بسیار کوتاه است لیکن بسیار معنی خوب داره. کسی که اگر بسیار عجیب است، برای من شخصا برای من معقول است همین جمله. هر کس که لبی لب تو را دید به دل گفت، هر کس که لبی لب تو را دید به دل گفت، حقا که چیز پس حقیقی آمنی را، حقا که چیز پس حقیقی آمنی را، گفتشی تو آموخته نازک بدمی رو بلبل تو آموخته شیرین سخنی رو شما در ابتدا بیشتر ترانه های مردمی آنچونه که گفته در دسته هنری گنجینه بیشتر همین ترانه ها رایج است، ولی یک باره خیلی از غزل های بزرگترین ادیبان ما خواندید، آهنگ بستید و یک جهش بسیار بزرگی بود. میتوان گفت که پره به معنی رفتید. بله، یک باره پیدا نمیشود. این اگر دانش و فهمیش تحکسی مستحکم نداشته باشی، اگر گویی که بعد من 30 سالم کمتر بلند شد و من اینجا در نه، من از اول این چیزا رو میفهمیدم، میخوندم، لیکن واسه با ذوق جوانی درست است من ایجاد میکردم و میخوندم. چی میکردم؟ بعد تا که بزرگ شد، کمتر میون سال شدم، من گذاشتم با سرودهای فولکلوری هم میخوندم، لیکن با غزل رو آوردم. با چاکی عشاق از ذوق فنا باشد، الف در سینه گندم ز شوق آسیا باشد. با غزل رو آوردن با کدام خاطر است؟ وقتی که در دنیای غزل شاعران کلاسیک ما وارد میشوی، دیگه از اون بیرون برآمدن نمیتونی، برای که بسیار معنی بلند دارد و در عباره های اونها، در یک عباره اون، در یک مصرع های اون، در یک مثلا شهابت او دنیا جای گرفته است. شعر گفتن گرچه دور سفتن بود، لیک فهمیدن به از گفتن بود.
انا ببینید اول تو نفهمی چی خیلی درک نکنی چی خیلی همون غزل یا شعر هم خیلی میخونی گویا که در نظرت یک چیزی نفهمو. برای همین رو میورن بسیاریا با شعر و سرودک‌های سبک. از شعر سرود سبک عمرش کوتاه است. و میخواهم از غزل‌های بپرسیم که بیشتر ترنم وطن هستند. شما از این شعرها هم استفاده کردید، یعنی چند ترانه‌های دارید که وصف وطن است، وصف قانون است، وصف ملت است، وصف اون مقدسات و ارزش‌های ما هست. بله. شکر این دوران که با مهنت قرینم کرده است، آدمی بخت آفرینی سرزمینم کرده است. شکر این دوران، شکر این دوران. سرودهای بسیاری دارم در وصف وطن. چشم بگشایم و از بوی وطن مست شوم، از تماشای کوه و دشت و دمن مست شوم. شکر الله بجا آرم از این گونه بهشت، از گل قاقو و صدبرگ و سمن مست شوم. مستی زندگی اصل و هوس نیست مرا، از شکوفایی این دهر کهن مست شوم. در دل خاک وطن جای نصیبم باشد، من از این عطر کفن خاک وطن مست شوم. من دوامی رشه اسماعیلی سامانیم، تاجیکی آسادم و در مسند سلطانیم. یه جامعه نوروزی استقلال را پوشیده‌ام، شاخه پربارم و در عین گل افشانیم. شاخه پربارم و در عین گل افشانیم. سرودهای بسیاری دارم و حاضر با چندین ترانه دیگر سرودهای بسیار در وصف وطن و ملت و شکوفایی این دیار دارم. مثلا نمیدونم اگر به شرط دلی پاک داشته باشی در زندگی، دلی پاک داشته باشی، اگر چشم بسیار بینا و همین دنیا را بینی، اگر به شرط با چشم نیک بینی، اگر یکون کسی به طرف نمیگذارد. ریشه ضحاک را چون قوتا برهم زنیم، با سر بالا قدم در عرصه عالم زنیم. از حریم این بر سخن آزاد چون آدم زنیم. ما نه آن باشیم بزان و پیش دشمن خند زنیم. با یکی از سرودان این خیلی صدامت با سخنهای دولت سفر این نو است. به وطن جان به تن نمی غنجد، به وطن در کفن نمی غنجد. به وطن جان به تن نمی غنجد، به وطن در کفن نمی غنجد. باشد از میری و تب و تابم، جای دیگر نمی برد خوابم. سجدگاهی من است هر سویش، در وطن قبله را نمی کابم. باشد از مهری و تب و تابم، جای دیگر نمی برد خوابم. سجدگاهی من است هر سویش، در وطن قبله را نمی کابم. به وطن جان به تن نمی غنجد، به وطن در کفن نمی غنجد. به وطن جان به تن نمی غنجد، به وطن در کفن نمی غنجد. یا که از شکوفایی شهر بسیار عزیز و زیبای ما دوشنبه، درست اینا نادیده گذاشته نمی شود. روز از وی زیباتر است، با شبش تماما زیباتر است. با درست. من مثل دولت‌های بسیار دنیا رو گشتم، شبم گشتم، روزم گشتم، لیکن وقتی که من در دوشنبه میگردم میگم از همه زیباترین شهر در دنیا همین دوشنبه ما، بهشتی روی زمین شده است. تاجیکستان ما و شهر دوشنبه ما. برای این از مولانا یک غزلش از یاد کردم که گویا خودی که برای همین تاجیکستان ما و شهر عزیزی ما بخشیده شده است دوشنبه ما. من از این خانه پرنور به در می نروم، من از این شهر مبارک به سفر می نروم. می نمودی سنم و عاشقی و باقی عمر، می نمودی سنم و عاشقی و باقی عمر. ای
من از او گر بکشی جای دیگر می نروم من از او گر بکشی جای دیگر می نروم من بکشی اگر از اینجا جای دیگر نمی روم میگویند که شما از همه بیشتر غزل میدونید از حاجی حسین کنگرتی. اکنون با گفتی بعضی ها هست اکنون من نمیدونم ممکن باشد آدمی که بسیارتر دارن نه که من در توجه زیادتر دارم به حاجی برای چون که من از دوره عنوان کودکی جوانی با اشعار حاجی آشنا هستم در بسیاری غزل آهنگ هم هستم حاضر باشد 4 تا دیگر تیار کردم در دوره همین از درست میگفتند شعباتی زیادش میدونم یکی از غزلهاش بسیار غزل زیبا است زی لذت های دنیا اندک قطعی تمنا کن لذت های دنیا ما خودمون میدونیم چی است زی لذت های دنیا اندک قطعی تمنا کن نمالی چون مگس بر همدیگر دست از پشیمانی مالیدن بله مالیدن این مشاهده بینید که همین مگس اگر بینید در اون جشتگی باشه اگر همین خیلی کرده میشیند همین مشاهده کرد در شعر در غزل جا کرده است این بسیار سخن بسیار زیبا است برای من بسیار معقول است یا اینکه در یکی از سخناش میگن که من میگذرم من میروم من میمورم من چی میکنم نه که شخصونی پیدا میشن که بعدی سری من خطاگی های من میگیرن میخوامن از این دشوارتر نبود که بر حرف خیرتمند شود ابله نوای نقطه فرما و غلطگیرش یا که میگه جهانی صنعتم در بحر معنی گوهر جودم جهانی صنعتم در بحر معنی گوهر جودم ولی همچون صدف حاجی ندانم خود ستایی را انا که بینید یا که خاطر ما حاجی بر اسباب جمعیت نساخت خاطر ما حاجی بر اسباب جمعیت نساخت ورنه من هم صاف طبع از شماری بدیلم حاجیان کترین مردمان دانی که کیست حاجیان کترین مردمان دانی که کیست آن که عیب خویش دید و از کسان نادیده رفت اگر بر خاک حاجی بیگذری فصل تحمل کن اگر بر خاک حاجی بیگذری فصل تحمل کن که بی فیض نباشد توده خاک مزاری او به طالع‌نامه خود باور دارید؟ طالع‌نامه نه باور ندارم با کدام خاطر طالب عمولی میگوید که با بازار جهان طالع خود را امتحان کردم به هر کس خاک زر گردد و من زر خاک میگردم کی را میتوان بزرگ گفت؟ بزرگ مثلا ما درختی را میتونیم بزرگ گوییم کوه را بسیار میتونیم بزرگ گوییم در حقیقت اونا بزرگ است بزرگی نه با یک انسان با بسیار چیزا برای اینکه بزرگی کوه و درخت این یعنی از بزرگی در سالخوردگی او میشه مثلا درخت من در
балҷувон дидам як та чинора, чанд та чинора гуфтанд 1000 сол 1100 сол умр дорад, 600 сол умр дорад ва чӣ хел бузург нест. модаме ки дар сояи ин қадар ҳазорҳо чандин пушти мо дар онҷа яъне ки саодат будааст, аз онҷа баҳра будааст, дар он меҳру муҳаббат будааст, дар онҷа чӣ будааст. барои ҳамин як мисли бисёр баланди ҳазрати соҳиб дар ёдам омад ки сояи ман гарчи мебахшад саодат халқро. сояи ин дарахт бин чӣ қадр саодат мебахшад барои мардум. анабин ҳамин чиз анакун инсона лекин аки бисёртар мо инсона дар назар дорем. мегӯяд ки бузург ӯст ки бар хок ҳамчун сояи абр чунон равад ки дили мурро наёзорад. бузург ана ин одам бузург аст. сармоя доштан барои шумо чӣ арзиш дорад? аз таърих ба фикр мо ба мо гувоҳ аст ки пулу молу чӣ барои инсон ҳеҷ вақт хушбахтӣ наовардааст. хушбахтии инсон давлати ӯ, сарвати ӯ, ҳамаи чӣ мегӯянд обрӯи ӯ аст, ҳунари ӯ аст, ҷавонмардии ӯ аст, фарзандони солеҳи ӯ аст, бахти накӯи ӯ аст, давлати ободу озоду тинҷу амон будагӣ давлати ман фикр мекунам давлати инсон ҳамин аст. бо илм доштан дар кор, яъне ки дониш доштан дар кор. илму давлат назми кори миллат аст, илму давлат эътибори миллат аст. якрӯ будан ба инсон чӣ шарофият меорад? якрӯ будан пеш аз ин ҷавонмардии инсона инҷа нишон мекунад. Карими кошонӣ мегӯяд ки якрангаму дар кӯи рангим ватан нест. якрангаму дар кӯи рангим ватан нест, селам ки мадоро ба касе шеваи ман нест. ё ки ҳазрати соҳиб мегӯяд ки тавони сабз шуд дар ҳалқаи озодагон соиб, туро чун сарвагар дар 4 мавсим як қабо бошад. ин як ранг будан, якрӯ будани инсонро нишон медиҳад. дасти меҳру муҳаббат дароз кардан ҷониби касе. хуб аз нигоҳи Чилахон Холов ба фикрам яке аз хислатҳои беҳтарин инсон ин дасти сахо доштаанд. ҳазрати мавлоно мегӯяд ки ҳама рӯз рӯза будан, ҳама шаб намоз хондан, ҳама сола ҳаҷ намудан, сафари ҳиҷоз кардан, шаби ҷумъаҳо нагуфтан, ба худой роз гуфтан, зи вуҷуди бениёзаш талаби ниёз кардан. ба худо ки ҳеҷ касро самар он қадар набошад ки бар рӯи ноумеде дари баста боз кардан. аз ин ба фикрам баландтар сухан дигар нест. дар мардуми мо хеле роиҷ аст. бар боёну рӯи обу қишлоқҳои бисёре ба ҳам хел мегузашта мерафтанд. он дар дарун як чуқури кандагӣ нам кардагӣ дар ҳамонҷа оби хунук мемондааст, дуғ мемондааст дар ҳамонҷа, як чойник чой дигар, як нонаки касе ки мегузашад як пиёла чой намегирӣ. дар гармии ҳамин тобистон ки намехоҳад ки як пиёла оби хунук хӯрад, як коса оби хунук ё дуғ хӯрад ё чӣ. ин хислати мисол мумкин аҷоиб буда. то ҳозир мегӯянд мардум ҳама ки бобои тобистон нону обтеъ будам хел, нону об медод ба мардум. барои манам ин чиз бисёр таъсири зиёд дорад ва бисёр дӯст медорам хизмат кардан барои халқи ватан. хизмати халқи ватан хидмат дар роҳи худост. рост дар пеши ватан пеши худо бошад, рост мегӯянд. шумо тақлидро меписандед? тақлид хуб аст агар ба шарти тақлида карда тавонед. агар тақлид карда натавонед, агар ин масхара мешавад. тақлида ба дараҷае кардан дар кор ки аз ҳамун шахсе ки аз ӯ хубтар ақаллан набошад, ҳеҷ баробари ӯ тониста дар кор ҳамун суруда хондан. ақаллан барои агар ҳунармандо бошад мегӯянд ки зинат куҷо ба ҳусни худодод мерасад, тақлид кай ба пояи устод мерасад. аз ин хулоса ба одам мумкин аст ки бисёро тақлид мекунанд. масалан тақлид мекунанд майлаш ҳамун суруде ки бисёр ки хондааст, Одина Ҳошим хондааст, Зафарнозӣ ё Аҳмадзоӣ хондааст, ҳамина хато мехонанд. бадбахтӣ дар ин аст. ақаллан чизи тайёре ки оҳангаш тайёр, сухано тайёр, ҳамина дуруст хон, ақаллан шакли дурусти ҳамина хон. ман ба наздики як ҷо гӯш кардам, як ғазали аз хаёли Бухороӣ аст. як ҳунарманде мехонд ай тири ғамат ро дили ушоқ нишона, ки бисёр машҳур аст, аз хаёли Бухороӣ аст. ҳамҷо мегӯяд ки мақсуди ман аз каъбаву бутхона туи ту, мақсуд туи каъбаву бутхона баҳона. ҳама ино баҳона аст. яъне ӯ мехонад ки мақсуд туи каъбаву бутхона баҳона. тақлид акади ақаллан ҳамун суханша дуруст хон, хато нахон. таронаи Аҳмадзоҳӣ. бале Аҳмадзоҳӣ охир як чӣ мегӯянд, ин чандин сол баъди мурданаш бинед ки ин одам рӯз то рӯз бузург шуда истодааст.
شخصیت اینقدر بزرگ، اینقدر مثال چیه نخود ما گرفته غزل او را سروده او را با جای خوب کردن گنده کردن در بین مردم که مردم هم این از یاد میدوند. خلق انسان آیا میتواند که گذشته خود را فراموش کند؟ نه، تماما. کسی که گذشته خودش فراموش میکند از گذشته یاد نمیکند یا که کی بودن خودش وقتی خواب میکنی اگر به یاد نمیاری و از پیش نظر یک مثال همون یک لنته کینو برین اگر نمیگذارونی، اگر هر شب باید اینا از نظر خودت گذارونی. صبر میگن، تحمل میگن انسان باید صابر باشد. خس و خوره که آتش برفروزد چو خیزد آتش اول خود بسوزد. یعنی بینیدن اینجا بسیار سخن عجایب است. سراسیمه شدن در کار نیست. صبر و طاقت و تحمل برای آدم بار میارد. یعنی بار میارد. چیکار که میگن صبر و ظفر چو دوستان قدیما چو صبر به پایان رسد نوبت ظفر آید. میگن که درخت از آب سبز می شود، آدم از دعا. شما از این چی معنی برداشتید؟ دست دعای خلق بود پشتیبان عمر، خون به پای ماند که دستی سبو گرفت. یعنی که در حقیقت اگر دعای مردم گیری، دعای خلق گیری، خدمت خلق کنی، خدمت وطن کنی، همه وقت به فکر من که برکت می‌یابی. نام صاحب نظران تا به قیامت باقی است. نقش فرهاد خبر می‌دهد از کوهکنی. به مربی نشود هیچ کس صاحب نام، سنگ رو میکند افلاک عقیق یمنی. از چی میترسید؟ از بسیار چیز میترسم. یکیش رو بگید. یکیش همین است که از گریه مردی نوجوان میترسم. از گرگی به جای پادبان میترسم. ترسم نبود از آن که مرگم برسد، از زیستن بینام و نشان میترسم. برای ملت و برای خلق شایسته زندگی کردن، این یعنی همین جوابی همین گفته است. همین شهرت و همین محبوبیتی که امروز شما میانی مردم دارید با آسانی به دست آمد یا اینکه شیب و فراز زیادی در پیش بود و با سختی شما به این محبت مشرف شدید؟ فکر میکنم که یک سخنرانی بسیار بلندی استاد میرزا ترسزاده است. شما هم از یاد میدونید که راه یافتی و در شب تاریک دویدی، هنگامی سحر چون شفق صبح دمیدی، در پیش راهت آب بود و سنگ بود و کوه، اما تو بریدی و شکستی و پریدی. همین چیزا بسیار موافق است برای همین چیز که یعنی هر یک کس باید همین کو از همین میگذره در همین وزینیا و همین چیزا طاقت کردن نکنه. بعد که با همون غزل حضرت شاهی میاد که همون سالها گردی زمین چون آسمان گردیدم تا چونین روشندین صافی روان گردیدم. سرودی من، سروده های من، ایجادی من همه برای کی است در کار است؟ برای خلق تاجیک، برای تاجیکستانی ها در کار است. من بیرون از این برای کی میخونم؟ از مادر یاد کنید چه حالت شما را فرا میگیرد؟ من نمیدونم. سخن مادر بفکرم برای همه عزیز است، برای همه معتبر است، برای همه در دل و جو است و نمیدونم روزی نباشد که ممکن آدم یگان شخص یگان انسان یک مرتبه اقلا با یاد مادر چی نکرده باشد، فکری نکرده باشد یا یگان سخنی نگفته باشد. و در ایجاد منم و در فکری من در من در شب خوابم دائما مادر در نظر من هست و با همراهی من زندگی میکنند و زندگی و روزگاری من خودی که از مهر و محبت و دعای مادر تا حاضر پیش رفته ایستاده است. استاد شادروان گلنظر بسیار سخنی بلند دارد. مادر سخنی خداست حرفی دهنت، رهگون بزنیم به چراغ سخنت. آن گونه مقدسی که ارزنده بود، دوزند زی پرچم وطن پیرهنت. یا که دولت سفر میگوید که مادر در تن ما جان تو بود، گون گشتن ما همیشه تاوان تو بود. سرجمعی ما در سر یک کاسه آب، یک تیکه نانی لبی چکدانی تو بود.
یعنی این سخنهای برای مادری بزرگ است. خیلی زیبا میفتد با هر دو زانو هر دو عالم پیش زن، میخورد بر هم دو عالم گر زن و تولید نیست. از این دیگه سخنی بلند درست دیگر نیست. یاد کردم آچه جان خانه و ایوانی تره، نانی گرم و شکر و وی لبی چکدانی تره، شیشتنای لبی با دیده پزمانی تره، خنده های شکرین و لبی خندانی تره، در دلی باغ پدر جلوه و جولانی تره، باچه جان فهمیدم نو غمی هجرانی تره، باچه جان ای آچه جان، باچه جان ای آچه جان، باچه جان ای آچه جان، ای آچه جان جان آچه جان. همین پاپوری که میگوین شما چی نظر دارید در این باره؟ پاپوری معنیش همین است. مثلا من چیلخان خالوف برنامه کنسرتی خود آماده میکنم. مثلا در یکی از تالارا من 25 تا سرود در اونجا وارد میکنم. بعد از 25 سرود زیاد خواندن نمیتونم به کدام خاطر که مردم خسته میشوند، مانده میشوند. برای ایجاد خودم، برای که من چی ایجاد کردم گفته به مردم خودم من شناساندن و سرود خودم، مثلا از 10-15 سرود دیگری خودم که آهنگ‌ها صرف از منن، یعنی ایجادی من است. من دو میسره گرفته، یعنی 10 سرود 15 سرود دیگر در ظرف در چند دقیقه 6-8 دقیقه جمع میکنم. انا که این چی بود دور میکنم من، یعنی که من 25 تا سرود میخونم با 10 تا دیگر در اونجا دو میسره چی میشه، یعنی که از خود ایجاد خودت تو حقوق داری. یعنی پاپوری خونی، یعنی که مردم میفهمونه که ان همین سرودایی که دمیسایی خونه همینم از مال من است. درست. بعضی ها از مال احمد زاهی را میگیرن پاپوری میکنن که این تمام ممکن نیست. از مال یک هنرمندی دیگر میگن، از 3-4 هنرمند میگیرن پاپوری میکنن. با اونو کی اجازه داشته یا که اونو عموما معنای پاپوری را نمیفهمن، عموما نمیدونن که پاپوری چی است. برای همین تماما حقوق نداره شخصی که مال خودش نیست از سرودهای دیگر هنرمندا پاپوری کردن حق نداره. از صحبت شما این جوانانی که امروز در راه هنر هستند البته برای خودشان یک معنی خواهند برداشت، چرا که هنر هم یک جزء از اعتقادات انسان ها هست. نمی شود با این مثل ادبیات هنر مناسبتی بسیار سرسری. همطور است؟ بله، همچنین در پی گفتم به مربی نشود هیچ کسی صاحب نام، سنگ رو میکند افلاک حقیقی یمنی. آخه ما در نزد استادا دوی استادا را گرفتیم، استادا مثلا در نام آموختیم. این سالون در روز این قدر سال من حاضرم میآموزم، حاضرم نفهمم شما به زنگ میزنم یادتون باشد اگر که همین کلمه یا که همین چی عباره یا که دوستای بسیاری دارم که در این که من همراهی میکنن دوی از نظر او میگذرونم. من حتی غزل‌های شاعری کلاسیک من از نظر چندین کسا میگذرونم. یک مرتبه ثبت کن، زحمت حلال تازه کن تا آخر عمرت دلت پر. بعد از هر جا دیگر در رسانه‌های خبری یا که در یکون گزیده ژورنال و این که چی از تنها نمیشنوی. درست است. جهان سپاس از شما به خاطر آنکه دعوت ما را پذیرفتید و یک صحبتی خیلی اختصاصی هم کردید. سلامت باشید. سلام. ماهی باشد زندان در آغوش بحر دمان، آغوش بحر دمان، آغوش بحر دمان. دیدی مرغانی هوا باشد اگر کی آسمان، باشد اگر کی آسمان، باشد اگر کی آسمان. آدمی هم به وطن هرگز نباشد شادمان، آدمی هم به وطن هرگز نباشد شادمان. تاجیکستان پیکری هست، تاجیک رو هست جان،